دست و دلم به کار نمی رود. اوش و خیالم به وی بند است. از غم و غصه دلم افگار شد. دنیای پر حسرت. میتیا جون، چه خدمت؟ بگاهی با خونه مادر و عزیزم همراه دختران کم در بازی سرودخوانی میکنیدون. بسیارها تشکر. همین که فرصت شد می درایم. یکی تنها روزی دراز در این دوره نشستن از چی لازم؟ چندان حلاوت ندارد. می درایم میتیا جون. گرده کرپیش در خونه نمی شود. می درایم. آخر وی باز بر آمدم می رود. ها؟ بنزدیک همان آشنایش. نامش چی بود؟ با پیش افریکان ساویچ. وای چی بلا سخت چسبیده گرفته است. خدای تو با میلش میتیا جون. من می روم التماس به خانه بیو. خیر کم ترک می نشده. وقتم نیست و خیر میلش کم میشینم. میلش پرواه زند وی رو مرگی آخر آشنا. براستی میتیا جون چنان آشنای قرین شده گرفتن که خدا جانش رو گیرد. همین آشنایی چی لازم؟ برای چی اینقدر میچسبد؟ افریکان سویچ کو آخر یک آدمی بد است و بد حرکت. وی باشد اهلی مسکو بوده است. بسیارتر در مسکو میزیسته است. بای بوده است. ندانم عزیزم با وی چی حادثه شد. یک و یک باره نخست دیگر شد. اکنون همه رسم و قایده های ما با او معقول نیست. موافق زمانی حاضر عزیزتن مد پرستی کردن میخواهد. ای مد پادهای حاضره شما. گفتم من با وی هر روز دیگر میشوند. هر روز عرف و عادت های ما باشد. از قدیم الایام باز یک زن موندن. اوه بچه جانم بچه جانکم با آن چالی یک رو بد خلق مگه محقول کرده می شود؟ نه؟ چی ایلاج؟ آن کس آدمی سخت گیرند. لوبه جان اکنون به قد رسیده است. پایش رو به یگان جا بند کرده ماندن لازم. اما این چال باشد گپش فقط همین که با دختره آدمی برابر باب نیست. هیچ نیست. چرا نباشد هست. آخر خودی وی نیست میگویده. این بدل مادر الان نمیکند. شاید گرده کرپیچ لیوبوف گردیونا رو در مسکو به شوهر دادنی باشد. کی میدونه دل و نیتش چیست؟ دارنده بر این چشم علا میکند و هیچ چیز نمیگوید. گویا که من مادر نباشم. خیر میتیا جان التماس به خانه بیو. من میروم زودتر. میتیا او سلام پلکه کارونا. این کار با ما جوانان حلاوت ببخشید. آخر دوستا هستی کو یه طرد رو هم بیار میتیا. یاشا جان بخشید. خیر سلامت باشید. من رفتم نیم ساعت تک خوبونه مونده شدم. خیر زود بیاید زودتر. میتیا جان فراموش نکنید یاشا التماس زودتر بیاید.
من تیار نیستم. خای پلگه گارونا. آنا جون. میتیا گویا در سری چند سواری زمین کفید آدم برآمده بود. ها خوجنهایتان بودند. برای چی تو در آنجا نبودی؟ گرمه بودی. چیکار کنم یاشا؟ با غم و غصه گرفتار شدم ماندم. چی خیلی غم و غصه؟ برای چی اینقدر غم میخوری؟ چرا غم نخورم؟ بناخست به سرم همین خیلی فکرها پیدا می شود که آخر من در دنیا کیستم؟ خیر؟ مادرم اکنون پیر شده است. وی را خوراندن و پوشاندن لازم. اما از کجا؟ از دهان گرده کرپیچ باشد فقط گاهی شدش نمی براید. یک زیل کم بغلیم را طعنه می کند. گویا من گناهکار باشم. ماهانم را هیچ زیاد نمی کند. یگان جای دیگر جستجو کنم میگویم لیکن یارو آشنا نباشد از کجا پیدا میکنم؟ واقعا باید اقرار کنم که من به جای دیگر هم نمیروم. چی؟ نمیروی؟ چرا نمیروی؟ مثلا انا خاندان رزگولای ها زندگی نقض میشود. ها آنها آدمان با نیکونامند با آنجا رفت. نه یاشا، خوب نیست. با همه جبر و جفای گرده کرپیچ تاب میورم. عذاب و کلفت میکشم. اما بر آمده نمیروم. قسمت من همین طور است. و چرا این طور میتیا؟ راو گفتن راو. این البته سبب دارد. بعد یاشا، باز یک غم دارم که از آن هیچ کس خبر ندارد. من از آن غمم به کسی لب نگشاده‌ام. چی لازم؟ خیر گپ زن چی پنهان نداری؟ خواه گویم و خواه نگویم مدد رساندن نمیتوانی. از کجا میدانی؟ مدد برسانم. هیچ کس به من مدد رساندن نمیتواند. حالم خراب. من به لوبوف گاردیevna سخت دل بسته‌ام. چی؟ تو چی شد میتیا؟ این چی گپ؟ بهتره که این فکری خام رو از مهنه سرت برا. این موضوعیت هیچگاه عملی نمیشود میتیا. وای اما کی من؟ با وجود اینکه همه این رو میدانم دل خود رو راضی کردن نمیتوانم. به دوست دل بستن ممکن اما او رو فراموش کردن ممکن نیست. به دخترکی صاحب جمال عاشق شده‌ام که او را از قبیله ام زیادتر دوست می‌دارم. آدمانی بد زبان من میکنند. از بهرش گذر دستکش میگویند. دست کشیدن لازم. من انا ایوانونا با من موافق. از بسیار خاطر جمع من هم هیچ چیز ندارم. با وجود آن عمکم با وی خاندار شدن را من کرده است. تو میتیا فکر رو نکن میتیا جان. در جهان چیست به امانترین؟ از همه به امانترین عشق است. حافظانی خوش آواز شده کانکو. رسنی هایتان عیناً صحرای خاوری. تو هم در همین قطار هستی. گم شو. تو فراموش نکن که این حولی زندگی میکردگی از خانواده صحرایی ها نیست. از که این خانه من برای شما بزخانه شد. من بعد این نامقولی در خانه من تکرار نشود. این کاغذ ها برای چی تو پریشان؟ من این رو تفتیش کردم.
شنها جناب کلساف را پکنویس میکنم. کاساف نانی خوردن ندارم و نام کوچک مرجان. خونده یگان معنی و معرفت حاصل کنم گفته مشغول میشوم دیگه. چی؟ معنی و معرفت؟ تو میدانی که معنی و معرفت چیست؟ باز شرم نکرده گپ میزنم. تو اول به خودت یک کمزوری نو دوزان. آخیر به نزدی ما به بالا خانه میبرایی، مهمانان عیب میکنن. آخیر اینقدر پولی که من به تو میدهم چی کار میکنی؟ با مادرم میفرستم چون که وی پیر است و درآمدی دیگر ندارد. تو باید اول غمی خودت را میخوردی. خدا میداند که باز به مادر چی حال لازم است. آخر وی بیکار و فر کلام شده است. عجیب نه با عاقل تازه کنی کلام شده باشد. من بهتر است که من به سختی تو بیارم. مادرکم به هیچ چیز محتاج نباشد. آخر مدام که از عهده خودت نمیبرایی، برکتا که خودت نشستنگی. مدامی که سر و پایت برهنه است، چرا غمی دیگران را میخوری احمق؟ این بعد با این کمزور کهنه به بالاخانه نمایان نشد. فهمیدی؟ به تو گفته ایستادم. تو چی؟ تو هم احتمال پدرت پول را به بیل توده کند، لیکن به تو یک چکمنچه این ناکی را پوشانده مانده است. هیچ بدی ندارد. خودش نکنم. انا محتم باشد فرانسوزی از مسکو آمدم برای آشنایی. هر آشناش بیستون به ما چه ضرور است که لباس فرانس ندارد دارو فروش بریم یک چیزی کرده کنتم شد. وای پاتونه شرمندگی میگویند، شرمندگی. از خنده خرنشینی مردم شدن چه خوبی دارد. عجب محمدانه شده ای. از تو هیچ چیز نمیروید. پدرت هم چندان عاقل نیست. یک عمر شکمش را باردان کرده میگردد و با احمقانی به معرفت اون به سر میبرد و با همین احمقی هم میمورد. بفهمی؟ خیلی بس. چی بس؟ خیلی شد نگویم. چی شد؟ یک کلمه درست زده نمیتوانی؟ چقدر که باران به سنگ تاثیر نمیکند. سخن هم در نزد شما به تاثیر مانده است. گم شوید. گم شوید. این خانهو دغدغه‌اش رو بینی. خوب دوغ زده ترسوندی هم. خاطر جمع باش. توش بره رو خاموش بودی. اکل گرده. دیدی زندگانی من انا همین خیل است. زندگی دنیا برای من همین خیل هم شیرین است. میتیا از عالم این گونه زندگی کس البته معنوشی میکند. بله راست معنوشی. آخه امروز عید است. خوی و خیزت خورسندی کنیم. امروز عید است. یاشا میتیا خیزت میرقصیم میتیا.
نمایند کدام شمال پراند یگام شمال نپرانده است جیم نشستن با دلم زد خیز دختران گفتم به نزدیک پسر بچه ها میرویم دختران هم جان گفتند برای چی دروغ میگویی؟ اینجا اومدن در فکر ما نبود خودش از فکرش برآورد سبیل چرا دروغ بوده است؟ خودت گفتی کو معلوم می شود که هر کس در خصوص خودش فکر میکند جوان دختران در خصوص پسران پسران در خصوص جوان دختران زکاری لبای آخی چایگاه رو بزنی میگیری سر و سیما شدن چی لوسینی؟ هر وقتی که از توی بیامکم گرده کارپی که جزد شد و توی گریخته نمیرود که توی باشد توی میکنه شاید کسی را دوست دارد و آشکارا گفتن نتواند میتواند 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 این سخنها با کی دخل داشته باشد با کی دخل داشتنشان با ما معلوم است میگم بیویم من هم میویم من در رقص بسیار ماهرم دیگه شما چیکار کرده ایستاده اینها چه دختران بدی بلانه مرحمت میشینه من شما رو در کلبه خودم دیده بسیار خرسند شدم نمیدونم اومدن من چه جای خرسندی داشته باشد چرا جای خرسندی نباشد خانم من که به شما خدمتی کذایی نکرده ام با اینقدر دقت شما سزاوار شدنم باعث سرفرازی است باری دویم است که بختم مدد میکند هیچ همین طب آمدیم که کمتر نشسته روم اگر خوی حضور برآمدم میروم نه نروید اجازه دهید که این اثرم را به شما هدیه کنم و قدری حال لیکن از تهدیدی نوشتم این چیست؟ مخصوص برای شما یک شعر گفتم نه باز یکم پیمانگی بوده است یا کرای خوندن نمیکنم بفرمایید نه گل است و نه گیاه است این که می گردد خزان بلکه یک جسم است جسمی نوجوانی پهلوان عاشق یک دختر صاحب جمالی گشته است در غمش چون مرغک بی پر و بالی گشته است می شود بیهوده دلخون نوجوان با من دیگه من خودم جوابش رو می نویسم خود شما ها من شعر نوشته نمیتوانم باید کمی تبارم نمی نویسم التفات شما رو برای خودم خوشبختی کلان میشمارم بفرمایید
وگرنه در اونجا میپرتویم. ندارونید. من نگاه نمیکنم. اما شما به من رخصت دهید که تا از دستم آمده موافق التفات شما کار کنم. یعنی برای شما باز یک شعر نویسم. نویسید. نویسید. موافق التفاتتون میشم. خیر. میتر کیست در آنجا؟ کنه داره دور را کیست در آنجا؟ اینجا بیا. آمک جان این شما کو؟ ای من جان امک ترسیدی. نترس جان امک نترس. من از خبر کشی بیزارم جان امک. همه چی رو در دلم پنهان میدارم. راه تشکر آمک جان. راه میتیا لبای. و برادر سوداگرت لبیم کارپیچ پسری ترک صاف از خونه از جای میدی یا؟ مرحمت فرمایم. تشکر کوچه ها خنک دست و پای هایم تروشه برای این شاخ شده نه؟ من از کلبت پیش نمیکنی میتیا برای چی این طور میگویی؟ برادری خودم پیش کردو برای چی اینقدر مای می‌نوشید لوبیم کارپیچ؟ از پشت این خودتون به خودتون دشمن شده ای؟ از احمقی خودم به همین راه رفتم میتیا وای چه خیلی راه بوده است. انا گوش انداز این راه چی راه بوده است گوش اندازو از خاطرت نبرار من و برادرم تقسیمی معلوم راست کردیم خودش مؤسسه ها رو گرفت و به من پول بیلت وکسل ها داد از روی این بیلت ها باید من با مسکن رفته پول بگرفتم میتیا نرفته نمیشد انا بگویت من با مسکن رفتم دست اول عرف و آدمی بلند یاد گرفتن لازم بود میتیا سر و لباسم را با مثل آلفته‌های خودمان ساز کرده پوشیدم چنان آلفته ستنگ شدم که منتنگی با تئاتر ها هم برفته تماشای تئاتر لوبیم کارپیچ بسیار عجایب بوده کستا. اوه من فاجعه‌اش را دوست می‌داشتم و من فاجعه‌اش مخلوق بود انا بعد گویت میخانه روی سر شد از این میخانه هی انا آن میخانه از این میخانه هی انا این میخانه هی از آنش یک تا بیار هی از آنش یک تا بیار گفتن گرفتم میتیا یار و رفیقا باید میتیا از موی سرم هم زیاد شد کمک پولم مانده بود با یک دروغی بیای دوستم باور کرده بابا امانت دادم کار شنوف پس زندگانیتون چی نگذشت؟ زندگانی چی نمیگذشت میتیا در کوچه ها رفتن گیری همه با تو میخندند توی با توی کوچه با کوچه تیم به تیم پول جمع کرده ریسک روزی کرده میگشتم شما لوبیم کارپیچ از این خرسیستان به پیش برادرتون میرفتید
بهتر میشه. با پیش برادرم هم رفتم میتیا، همین کارو هم کردم، در پیش پایش افتیدم. گفتم سرم رو سیله کن، به جای پدرم باش. میدانی به من چی جواب میدهد؟ به خونه من کلان شونده ها می آیند، سوداگر ها می آیند، تو باشی کله من رو میکنی. وای از من بر این دادر داشتن شرم میدارد، شرم میتیا. خوابم اومده ایستاده است میتیا، من خواب میبرم و بعد گرم شده میروم هم میتیا. میتیا کرکدیل دیل دیل بگیمات میتیا. میتیا؟ او تو با من اگه پول نمیدی؟ من شبها اومده در نزد تو خواب میکنم هم میتیا. بیایید حاضر کنتور خالی، روزهای عید هیچ کس نیست. منو مرحمت. اینو نکرگی کن میتیا، اگر یک توی دیگر تی کار موافقی تاب میشود میتیا. تو بچه خوبی میتیا، اما برادرم به قدر تو نمیرسد میتیا. من خودم با وی گفتگو میکنم میتیا. حالا من با برادرم یک نغمه عجایبات نشان میدیم میتیا. آی سلام. خدایا در اینجا چی باشد؟ میترسم، دستهایم میلرزم. خیر، هرچی باد و باد میخوانم. من هم تو رو دوست میدارم. من هم تو رو دوست میدارم. چرا این شب حوصله نیستن؟ نمیدونم. من یک رفته خبر او نه 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 اما جون. azafti kor. Dilakatun رو کرده است دستت. اوه اما جون، کاشکی میدونستی که بای رو چی اندازه دوست میدارم. خیلی میشم. تو دختر دوست دارو لیکن هوشیار هم باش. اول خوب سنج خودی بچه چی خیلی است. بچه خوب وزنی تعلیم دیچ کسان اما اینا تبی دیلم بر این. بچه مردش از هفته کار آماده ایستاده است. ایجا چی صحبت کنیم. روزی دیر گیرتون. خیلی من رفتم. چی؟ وای کیست؟ این من خانم میتیا. اونقدر دیر آمدی؟ کمتر کار بر اومد. یوبوف کردیم نه شما تنهایید. ها چی بود؟ مرحمت کرده گویید که مضمون خدچه شما رو راست فهمم یا اینکه حضرم.
گپ زنید لوبوف گردیم نه. اگر جوابی شما پیسخند باشد بهتر است که از زندگی دنیا دست کشم. میتیا جون باور کن من این گپ را از صدق دل نوشتم. ایسا که تو مرا دوست می‌داری؟ البته لوبوف گردیم نه. من همه حسیاتم رو به شما اظهار کرده نمیتوانم، لیکن به هر حال اجازه دهید باور کنم که دل من دل است نه سنگپوره. شما محبت مرا در همه گفتار و کردارم دیده میتوانید. من گمان کردم که تو هم نیوان بودم دوست می‌داری. این نادرست است. براستی با من همین خیلی گفتم. اگر این گپ راست باشد پس آدمگری من چی می شود؟ آنچه را که دلم نمیخواهد من چه خیل به زبان میگیرم. من احتمال لایق همین التفات شما نباشم. چه جای این که شما را فریب دهم؟ با شما مردها باور کردن نمیشود. کی میداند رفت تو مرا فریب کردن خواهی؟ هر کس فریبگر باشد فقط من نه. همه مردهای دنیا یک خیلند. به نظرم بهتر است که در همین جای مورم از شما همین خیل طعنه ها رو نشنوم. نه میدانم که تو مرا دوست نداری. یک شوخی کردم نه؟ میتیا جون میتیا تو قهر کردی؟ میتیا آخر گفتم که شوخی کردم. خیر گپ زن یکون چیز بود. گفتم که شوخی کردم. لوبوف گردیم نه. حالا هزل شوخی به گوشه خیالم نمیگذرد. من آن خیل آدم نیستم. اگر دوست می داشته باشی این هزل شوخی را پرتا. وقتی هزل شوخی نه برای تو لوبه جانم را فدا میکنم. میتیا اکنون کاری من و تو چی میشود؟ چی میشد؟ ما نه برای اون همدیگر رو دوست داشتیم که زود از هم جدا شویم. رفت و داده مرا به یکون کسی دیگر دهد. اون وقت چی کار کنیم؟ پیشکی چونو چرا گفتن نشستن حاجت نیست. آنگاه چیزی که خدا خواست همان می شود. نمیدونم برای تو چی طور، لیکن برای من به تو زندگی نیست. کسی اومد تو عزیزم اون صدا تو اومد رفت. من از پسر میرویم. من از پسر میرویم. زود آچا جان انا با اون طرف نگاه کنه. آنها می آین. آنها می آین.
نکنم ما گوش میکنم اختیار با شما افریکن سویچ کنی دختر اینجا با یک بوسه کردن هم ممکن است اگر والله دادا این جانم روزید است اگر دادا جانم لازم دارم با ها مرحمت به تکلم بوزیدن گرفت عزت ساله شدی خیر زنه من با باز گفته بودم که زندگانی اینجاها به دلم زده است چون که در هر قدم فقط جهالت و نادانی را میبینی و بس بنابراین من از اینجا به مسکو کوچیدنی هستم آخر زنه در آنجا کارهای ما به آدمی بیگانه نه به دامادی خودمان افریکن ساویچ میشود بله بله یکی کار آمد والا که دستی هم دو فایمان بسته تو در اینجا چی کار میکنی؟ والا که دستی هم دو فایمان مگر جای تو همینجاست کجا و خوبه ای بارگاه دامه جان نرویز فراموش نکن رفته من دختر میتیا جون با تو چی در کار؟ دلگه گرم من مهربانی و التفات شما بلکه با هیچ چیز هم نمیارزم شما من یتیم چرا در این مقطعهای غریبی هم دستگیری کردید و من مادری کردید من باید یک عمر از شما منتدار باشم با تو چی در کار میتیا جون؟ برای همه نیکی هایتان تشکر خیر اکنون کجا میروی میتیا؟ با پیش مادرم رفتنی هستم فکر کردم که شبانه شما رو دیدنم میسر نمی شود بنابراین برای خیر و خوش کردن اومدم پای و باف کردیم نه هم خیر و خوش کردن لازم بود آخر در یک حبلی زندگی کردیم کس نمیداند زنده میمانم یا نه مایلش خیر خوش کنند دلگه گرم اجازت میدهید که عرض کنم گفتن گیرد گپی من همین که کس را برای دولی بوسی گرمکک پوشانید بعد آیسته یک به بیرون براید من او هر دو بچنه خودگرد برین می نشینیم و چنون غد میزنیم که داماد شونده پیرکیت و نام و نشانمان را پیدا کرده نمیتواند آن کس را به پیش مادرم میبرم در همانجا نکاح میکنیم بلگه گرم دل را وسته گیرید مانید که بالو پر زند اگر جوابگر شدن لازم آید هم به هر حال میدونم که به مرادم رسیدم نمیتیا بخش لاغت خدا تنها را من به اجازتی پدرم کار کردن نمیتوانم نمیخوام که باعث تنهی و معلوماتی مردم گردد ما رو ببخش میتیا برای چی مرا فریب کردی؟ مرا مسخره کردی؟ بس کن برای چه تو رو فریب میکردم آخر خودم به تو گفتم که دوستت میدارم لیکن به اجازت پدرم کاری کردن نمیتوانم من رو ببخش چی کنم؟
مصیبه بوده است. لگه گرانه تربیتگر و غمخوار من، نوازش و مهربانی های شما را تمام عمرم از خاطر نمیبرم. شما من یتیم چرا در این وقتهای غریبی هم دستگیری کردید؟ سلامت باشه. ما تو رو هیچگاه فراموش نمیکنیم. خیر پسرک. عروس ما در اینجا بوده است که ما باشیم کوفته گشتیم. ای میابم هر کجای باشی هم کوفته میابم. اوه لگه ایگارم نه اجازت هست با دخترتان کمتر مخفی گفتگو کنم؟ لگه ایگارم نه تشویش نکشد. خانم جان گریه برای چی؟ آه خانم آخر از من عبرت گیرد نمیشد. از شما دیده کلان سال باشم هم لیکن گریه نمیکنم. عبرت گیرد عبرت. به یگان نوجوانی سازکک رسیدن میخواهی. گوش کنید که با شما چی میگویم خانم. گوش کنید که با شما چی میگویم. نشینید. هیچ یک جوان با قدر دوست داشتن شما نمیرسد. آخر جوان را هر کس هم دوست میدارد. خانم جوان ها بسیار سبک و بادی میشوند. یک روز میبینی که از قفای کدام یک زن کشاله شده رفته است. بعد چی پیدا میشود؟ چی؟ خانم جان خانم نمیدونم. ملامت رشک خانم شما میدانید که رشک چی چیز است؟ نه نمیدونم. اما من میدانم که رشک چی چیز است. خانم رشک این به انگشت خلیدنی سوزن نیست، بلکه دردش از وی دیده خیلی سخت‌تر است. خانم شما میفهمید آدمان از رشک
همدیگر را با کارد و خنجر میکشند. آخر وای لعنتی آدمی زاد را خشک میکند. خانم و اینش را هم باید به شما گویم که مردی پیر هرگز از شما دور نمی شود. دستکانتان را می بوسد. ایستو که زنی مرحومتان شما رو دوست می داشت. دانستنی این به شما چی دخل دارد خانم؟ هیچ، همین طور دانستنی بودن. دانستنی بودیست. نه وی مرا دوست نمی داشت و من هم وی را دوست نمی داشتم، برای که وی یک گدا دختر بود. وی در خانه من به سیم و زر قاطیده میگشت. میدان خانم من پدر و مادری وی را از هلاکت رهانیدم. وی در خانه من گفتم که به سیم و زر قاطیده میگشت. محبت با سیم و زر خریدن نمی شود. دوست داری خواه دوست نداری تست نگاه کرده ایست. آخر من برای همین پول صرف میکنم که مرا دوست دارند. اگر کسی را بد دیدم وای بر حالش و اگر کسی را دوست داشتم خواب روز میبیند. گفتم که اگر کسی را بد دیدم بهتر است که با چشمم ننماید. خانم شوخی خانم. نخواد شما باوری داشته باشید که من یک موسفی همین طور باشم. هرگز خانم، من یک موسفید خوش چقچق، خوش آداب، خوش معامله هستم و شما را هر روز خانم عزیز برای دستکانم برداشته الگوج میدهم خانم و هر کجا میبرم. آره خانم، زیرا که شما هرگز فراموش نکنم. داماجم دخترم آفرین بیا. انا اکنون ما از حال همدیگر آگاه شده. داماجان با من گوی من چگونه آدمم؟ آیا مردم اینجا به قدر من میرسیده باشند یا نه؟ گاده کارپیچ تو کجا بود؟ مردم اینجا کجا بود؟ به قدرتون رسیدن اینها هرگز به قدرتون نمیرسند. تو یک تایی بهایی این طور باشد. بیا به نزد مهمانان میرویم. به تو بزممان با بز هموننه. برای ما همینجا هم خوبه. خیلی نباشد همینجا میفهمم. امر جان اما که ببین در آنجا همه مهمون ها رو دشمن گذاشته. نمیدونم به این طرف بیاید. از کجا آمد؟ وای آنگا پوم منگا اما که ببین در آنجا عجب نرمه کفی رک میشونه. Tam
میدیدم میدیدم لوبیم کارپیش این تو کو این من نه آن از با آمازونی من نه من فایتون سوارم نه آره در خاطر دارم در کجاهای شهر تین و تین پلان داشته میگشت آره تین با تین پرگون داشتنم در خاطرت هست در خاطرت هست که من و تو در شبهای تاریکی تیر ماه میخانه به میخانه میگشتیم در خاطرت بودگیست در خاطرت هست که مرا گدا کرد که مرا رسوا کرد عزیزم هیچ کس به گریبان شما نکشیده بود تو خودت دههای علوی کرده من که احمق بود نکن تو همچندان آخر نیستی حالا هم حضر کش است اما که تون بسیار آدمی حضر کش است به خاطر آشنایی دیری نه یک تا یک سینی دادن لازم می آید ای خب کن دیگر گب در این یک تنگنه تو اول خرزای پیشترت رو ادا کن و از خاطرت نبراکی برای دختر اکایم 3000 سوم مدی میفروشی شما یگان سو آی گذشته میکنی یک تنگه پوچک بله اما کلیمی محکمش رو دینا یک تنگه تو در این جای کامم من را آسودم نگذارد یا نه سام کن دارده کار آخر عزیزم من کم درک حضر شوخی کند بازی کند من کم درک شوخی کند این اکا هم با تو شوخی میکند که دخترش را به تو ندهد من با تو چنانم شوخی میکنم که جغلزانت تاب نمیارم جایی گله برآمدنم اکا شما گمان نکنید که من مستم برای مسخره بازی آمدم نه من آمدم که با شما چیستان گویم این بسیار خوب اول به تو شنه گبزن که برای چی گوش های خر درازم برای چی آخر عزیزکم من از کجا دانم که گوشای خر درازم همه دانن کی وی خر است حتی سوال میدیم اکا اینو بجان را با کی میدی؟ با کی میدی؟ سوداگری با انصاف هستی یا نه؟ با کی میدی اینو بجان را اکا؟ با اینش کاریتون نه تو حق نداری این رو از من پرسی اگر سوداگری با انصاف باشه اکا و این خدمه وجدان ها کرد نباشد اکا در عرفیت گفتم با ماشینی ماه شوی با دکشینی سیاه شوی تو عزیزم حضر کن مینش یکی بگیره بانت بوی کرده گبزن تو گرده کارپیچ اینا برآورده کن یا کمی خاموش شود تو چنانم آلفته ای که خیرسی بلای آلوده ای اوکا با خوبی بگویم برآمده را نباشد اخوانم بازده شما ای رمیم در صفرا مهرجانم برآوردم پیش میکنم من کارشنف نیستم شده نمیتوانی زنم را در آتش رشک سوزاندن نمیکشم ریسقی کم بغل ها را نمیخورم گوش کنید ای گوش کنید مردم این گپ ها رو در حق من از روی بدبختی از روی کی نگفته ایستادم کدام کینه من تو را کی ها بخشیدم من هم مرا میبخشم
تو فقط رزق کمبغل ها رو نخور. را کشاید لبیم ترصاف میرود. مخلوقی ردی طبیعت پو. در خانه عجایب مراسم ها، عجایب رسم و رسوم ها جاری کرده ای. در خانه تو مست مهمان را میرانجاند. ای بچه باز با این حالش به مسکو به پدر رفتنی. ای بچه در آن خیلی جایها به این خیلی مردمی پست راه نیست. داماد جان میگوید، داماد جان نگاه کنید پدر عروسکی مهربان. ای بچه من نمیگذارم که کسی مرا بیهوده رنجاند. و اکنون تو به نزدی پای من آمده تعظیم کن که دخترت لوب جانکت را بزنی گیرم. من رفته در پیش پای تو تعظیم کنم. آره؟ تعظیم میکنی؟ تعظیم میکنی چون که من مزاج تو را خوب میدانم. تا سند از سند رود هم فقط یک دوی با کر و فر کردنی که فقط همه اهل شهر را در حیرت گذاری. بدبختیت در آن است که داماد شونده نداری. بدبخت و آماده تعظیم میکنی. گوش کن. مدام که اینقدر سخنها را من درباره تو شنیدم خودم از تو بیزارم. و اینقدر پوله که من به دخترم میدهم هر کس داماد شدن میگیره. انا به همین یک گمشه به میتیم میدهم. چی رو؟ به میتیم میدهم. چی رو؟ خاموش باش. به میتیم اگر می‌دهم. چنان توی تماشا دیم که تو در خوابت ندیده باشه. از مسکن از مسکن سازنده و نوازنده ها نوند میکنم. یک خودم باشم با 4 فایتون سوار شده میروم. با 4 فایتون. فهمیدی؟ با 4 فایتون نشسته می رود. یک دوی با کر و فر می کند. می بینیم مجبور می شوی که آمده عذر خواهی. مجبور می شوی باز دیر نشود بدبخت. من در پیش پای کسی تعظیم نکردم و نمیتونم. برقصدی باید با میتیم میدیم. برقصدی بای با کی میگم گفته؟ آزنه گفتم که آخر با میتیم میدیم. چرا برقص وایگرده کرپیچ؟ این خیل کرو برقص نمیکنم. با من برقص لازم نیست. اگر این خیل مرحمت میکرده باشه با ما با خوبی خوشی و با محبت فاتحه دهید. ما هم دیگر رو خیلی دوست میداریم. حتی که تو حادثه امروزه به شما عرضی حال نکرده بودیم. من باشم بعد از این به جای پسرتون میشوم. یعنی همیشه از دل و جان. این از حادثه گذشته خرسند شده است. تو چقدر جرأت کردی؟ تو میدانی که با کی گپ زده ایستادی؟ تو باز با اینجا آمدی. مرا در تمام شهر شرمنده کردی.
آمده در پیش پای لبیم ترتاف تزین کن که تو را در تمامی شهر شرمنده کرد. بله اومده در نزدی پای لبیم تعظیم کن. بیا اکا من همین لوبا جان رو من همین میتیده اکا چی کم بغل است برای همین نمیدهی اکا. کاش کم بغل میبودم و آدم میبودم اکا. همه میدانند که من با 4 فایتون میگشتم. کارهایی که من میکردم تو حتی تصور کردن نمیتوانستی. کم بغلی عیب نیست اکا، کم بغلی عیب نیست. دشمن اشدی خانواده کودک، دشمن اشدی خانواده کودک. تشکر با تو دادرم عقلی مرا کشادی. آمد جان اکنون نوبتی ما هم شد. بله اکنون من تماما دیگر شدم. انا جان اکنون نوبتی ما رسید. به خاطر جورگی همه چیز را قربان میکنم. خودم دوست میداشتم لیکن به تو بخشیدم. دست ده. از دوست هیچ چیز را درک نمیدونم. ما مردم انامین خیل هستیم. وی درست میگوید که میخوری عیب نیست. یعنی کم بغلی عیب نیست. مبارک باشد میتونم. جان گوش اندازه شامپان بیاره. شامپان خده ها را پر نمودم نوشه.